را ببینید. امروز ما مردم کوشک همه قدر به تحت صحنه سیاسی همه اولسوال و سرنگال جنایی قرار گرفتیم و قومندان کریم و پیاده محکمه که به نام عبدالرحیمه که یعنی اونا هر دو تا نفرای مخصوص اولسوال جنایی و سرنگالی که از مردم خلاص پول اخذ میکنه. یعنی امروز ما زمین خود آباد میکنیم. 11 سال امسال 12 سال نصف زمین به تحت ذلیت ما میخواهیم که 4-5 تای درختای خود ما بزدیم. زمین خود میخوام آباد کنیم. نصف زمین خود ما جو کشتیم، نصف زمین خرابی اینا را میخواهیم که ما با خود یک کشت زراعت بکنیم که درختها به همین خشکسالی ضربه خورده از بین برفته. درختها خود بزدیم. قومندان کریم و پیاده مکتب بالا کردم و بچه حبیب الله بعد از 12 سال مقابل ما استاده شده که زمین از مای ورده، درختها از مای فیصله هم این به دست ما، فیصله هم به دست ما. این قواله زمین ما، این املاک، این اساس، این فرمه های زمین ما، این فیصله هایی که در وقتی که یعنی هیئت 4 نفر هیئت تعیین شده همراهی هر دو مالک زمین رئیس سید احمد ملا امین الله موی سفیدای بوده، فیصله کردن، امضا کردن، خلاص کردن. حبیب الله این نشان شستی و فیصله کرده. امروز اینها در نظر گرفته نشده، مر بگرفتن ناحق دور کردن به بندخانه. 15 شو بنده بودیم. بعد از 15 شو چی اینجا گفت در بین مردم تفرقه انداختن. تو چی طایفه شما رو بلا بزنه، شما اوغنا برادر نتونستین قدرت بفتاده به دست ایم آقا. ازی بر باز نوزایی رو بلند میکنه که شما در مقابل مشونی ها بسکن که زمین خوشاب از مجیر مدلمه که او زمین رو بگیریم. در بین ما مردم همین تفرقه و همین اختشاش انداختنده که امروز مردم یکدیگر مایی که از بین به مردمی که هم یک ذره زیاد کمتر باشن از گریه خود، یعنی از نفوس خود مجبورن از دست یک گریه دیگه به خاطر اختشاش انداخته مردم مگر بار کنه. این قدر این بلاز خدا و بلاز قرام این چی روزگاری، ایش تو روزگاری از دست ما مردم از ما طلب کرده 5 لک روپیه تور جریمه میکنیم، 3 لک روپیه ما میگیریم، 2 لک روپیه به زمیندار میتیم، 3 سال تراکم میکنیم در حساب حقوقی. بانه میگیرن که شما صلاح دارین. به خاطر چی که تهدید بشیم از ما به حساب به این شرایط پول بگیرن، به این شرایط ما مردم رو تهدید بکنن. سلا به کجا بوده، حساب به کجا بوده، به دوای حقوقی حالی در با مقابل ما حالی این ورکده که تو سلا داری هم سلا به سر ما اثبات که به چی شرایط اثبات میکنی. اینا رو ما نمیفهمیم که چه کار بکنیم، چی خاک سیاه به صرف کنیم. ما مردمی خارقری مگر بروی خبریم از دست همین مردمی ظالم، همین مردمی که بیامده بین. خواهش میکنیم از واری صاحب، خواهش میکنیم از ریاست امنیت ملی، خواهش میکنیم از قماندان صاحبی هرات، خواهش میکنیم از بزرگا و وزیر و رئیس جمهوری بزرگی که در هرات کسانی مستقر کنن در اولسوالی ها که مردم با مردم خدمت بکنن. نیکی تو مردمی جاهلی، مردمی بی فرهنگ، مردمی که هیچ سواد نداره، تجربه نداره، ریسفید ریسیات بار به همه موی سفید 15 شد توقیف کرده، ما رو بندی کرده. به چی انواع بدبختی روز برادر من فرار بادم به سری آزوز چند تا گوسفند از ما به زیر دیوال شد، کشته شده، هیچ کس نبوده، سیاسرایی بوده. یعنی درختای خود بار قطع کردن، هیئت یک طرفه ببردن، عکس برداری کردن، درختای خود مرد. استلام یک طرفه ری کردن به اونجا هرچی که نوشته کردن من نمیفهمم. باز به سر روز قماندان کریم هدایت داده بیان به جای ما بیامده. به جای قماندان کریم در سنه انقلاب پیار ملت کرد، زمین ما رو به زور قصد کرد، درختای ما رو بزد. هیئت سایبار اولسوال صاحب ری کرده با جای قماندان کریم به هدایت خود قماندان کریم برفته درختای خود ما که بزدن همونها عکس برداری کردن، حال بیاردن به سنه چی میگذارن که همین قدر درخت در به حساب فلانی بزده. در صورتی هم که خود اولسوال صاحب یا جلایی صاحب یا سرنگال صاحب هدایت داده و هم عبدالحکیم رفته همین درختای ما قطع کرده به نام درختای خودی از او عکس برداری کردن. این روزگار این بدبختیار ما نمیشیم اشتو کنیم خودی مردم دیگه. چاره به سر ما مردم هست یا مگر بریم به طالب یا مگر بریم به کوه یا بار کنیم بروی خوب بریم زمین را واگذار شیم به حساب به همه مردم زورگوی و مردمی که 24 ساعت حق مردم را تلف میکنه. این بود این روزگار ما، این بدبختی ما، این اسناد سند ما به دست ما تماما
این اسناد سند فیصله تا این فرمهای زمین مایه، این فرمهای زمین مایه، این فیصله های زمینی که فیصله شده به دست مایه. این شما سعی کنین که این املاک اساس نوشته کردیم، شما نگاه کنین که شماره جلد و صفحه و حساب کتابی از اینه. این شماره اساس کتاب اساس مایه، این قواله مایه که از تاریخ 1333 شما نگاه کنین تا بعد تاریخ زمین به دسترس مایه که تماما اینا ای بدبختی روزگار به سر ما انداخته. ما نمی‌فهمیم چی کار بکنیم. چاره به سر ما مردم هست یا زمین رو همین دولت یا زمین ما تسلیم بگیره، یا این دولت همین ظالمان به جاش بشونه که بیشتر مردم بتون از حق خود دفاع بکنه. به نام سلام مردم رو تهدید میکنن. دیگه زیادتر گفتنی نداریم. بلاز خدا و بلاز قرآن بزرگان همه مردمی که از همون دیگه از کابل رای کردن، خصوصا همین این جدر فرید احمد اگه آدم خوبی بودی به ادرسکن به سر مردم نمیرخت، او از همونجا برفتن پای تو بچس بس بیامد به هرات. باز این حال به تو مشکلات و خوش که ما مردم بروی کار کرده سبب پس سبب هنوز شما نگاه کنید که چی قدر مردم برای این حتما میرفن یا میکشن. از این بیشتر به وصف قدرت ما مردم جلوی همین مردم ظالم خونخوار مردمی همین ناحق حق مردم رو تلف میکنه به نام صلاح به نام دیگه و دیگه. دیگه زیادتر گفتنی نداریم دیگه. خداحافظ.